سلام علیکم با همه مردم مهاجر. رفتم با غریبی ها دل افکار شدم، محتاج در خانه پولدار شدم، دور از وطن و مادر غمخوار شدم. ارکه و چه بودم و خار شدم. این حال همه ما غریبا aeroport Vnukovo در قرار داریم. دویم سوتکه که شبانه روزی اینم خیلی خوب ما نان ما اینم. قریب 1,000,000 تاجیک که در روسیه زندگی میکنند به عنوان مهاجر و کار میکنند. این آیا مشکلاتی را برای جامعه تاجیکستان به وجود آورده و احیانا نفوذ روسیه رو تداوم میبخشه در تاجیکستان؟ 1,000,000 نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند؟ و با این کار هم کمک به اقتصادیات تاجیکستان است، هم به عائله های خودشان. حکومت تاجیکستان چاره‌های خیلی همکاری‌های خوبی دارد در سطح راهبران ساختارهای مربوطه دو کشور دایر به حمایه منفعت‌های مهاجران مهنتی خود در فدراسیون روسیه. هموطنان گرامی، موضوع ما بود درباره فرار از بهشت، یا اینکه آیا انسان یا آدم از بهشت میگریزد. ما چند تا مثال آوردیم پیشتر که 2011 2013 مردم چه خیلی فریب کردن، بلیط‌های ساخته شون دادن، در فرودگاه پریدن نتونستن. 2016 همچون در خوجند 100 نفر گفتیم بلیط ساخته فروختن، یک شرکت به نام توجیک ایر، سامان ایر، اما هیچ کس جواب به جوابگری کشیده نشد، هیچ کس جواب نگفت و مردم هم دعوا نکردند. اخیرا حادثه بگیم که اینقدر مردم مهاجر در ایرپورت خواب میکردن، در کوچه ها خواب میکردن و یک طرف و همه حادثه بسیار بگیم دهشت‌آورش ماه مارس سال 2020 بود. یاد دارین که وقتی که همین اوج کرونا ویروس شد و روسیه تصمیم گرفت که راههای هواییش هم محکم کنه به طرف تاجیکستان، در همون وقت مردم ما و شما در فرودگاه دامادید و بعضیش در ونوکووا در زمین ها خواب میکردن. در یاد دارین اینا. و غیر از این با چند بار دیگر در همون هفته‌اش در همون ماه در فرودگاه نماندنشون بیستن، از فرودگاه بیرونشون کردن در هوای سرد. یک هموطن از ناحیه یوان بود، حاجیش میگفتن برد در خونه بگن که زمینی داشته که جای دچه در همونجا برد جاشون کرد. 200 نفر بودن با همون خیانت کردن. یاد دارین ایران نوارش بود، همون رو با مجبور کردن، اما هم دیگر توقع نکرد که از خونش مردم بیرون کنه. برای چی؟ برای رژیم نمیخواست و توز نمیخواد که یک نفر دستید شما مهاجر را بگیره، باید شما از طریق سرسون سرگردون بمانید. اما وقت 23 مارس 2020 همچنین در تاجیکستان ما و شما در نزد وокزال روی آهن هزارها نفر در انتظار رفتن به طرف روسیه بودن، اما موقتا یا که بگیم که مؤلسف راهها بسته بود، راه آهن هم زمینی هم آسمانی. شما میدونین گفتن ما بلیط گرفتیم راه آهن و پاییز بریم 1300 سومونی 1200 سومونی، ما را هزاری دادن 200 300 نمیتن. شما میدونین چه خیلی حادثه بگیم دهشت‌آور بود، هم در گفتیم در مسکو، هم در خارج، هم در داخل، اما هیچ کس به داد مردم نرسید. و میم موضوعی که آخران شد یا که حادثه که آخران شد 3 اپریل 2021 یک قریب 20 روز میشانه 200 نفر شهروندان ما و شما مهاجران بلیط خریدن، چیپته گرفتن، اما در فرودگاه اونا را اجازت پرواز ندادن. شما تصور کنید 200 نفر، این کم نیست. 200 نفر هر کدامش 120 سومانی ده تست خریده یا که هم تست گرفته. وقتی میروند خون میسپرن یا که دکتر میگذارن معاینه طبی میگن 200 نفر او 3 روز وقت داره تستش. 120 تومان برای مردم کمبغل پوله. 2 کیلو گوشت یا که 3 لیتر 4 لیتر روغن میشوه. انا شما ببینید و پرواز کردن نتونستن، غیر از اون که بلیطاشون سوخت، بلیط 4000 بود یا 7 8000 در بلیط گرفتن. انا او کی میپرن او با دیم برا با 120 تومان ده باید که تست بسپرن. اگر پول بلیطاشون پر بتن دوباره باید بلیط بخرن
ایدو در خوجان دیروز در خبر برآمد تو 13-14 هزار سومونه همون بود تو 2-3 ماه اوج خریدگیشان الکی دیگه بلیت ندارن. با اینجا یک قانون بردن شما ببینید. اکرام سبحانزاده دیرکتور اجنسی اویاسیای تاجیک بدیل خودش جلسه کرد، یک بسیار مجلس مهم کرد، از امنیت، از حکومت، از دیگر ساختارها دعوت کرد نفرای نماینده را، مسئول را که ما باید یک فکر کنیم که این بلیت فروشا با کار فساد با قلابی دست زده استند، نرخ هوا برده استند، باید اینجا یک کس بفروشه، یک شرکت بفروشه. او کیه؟ اجنسی علاقه هوایی. این از کیه؟ ای دختر پرزیدنت تخمینه رحمان. باید همین شرکت اونم در دوشنبه باید بفروشد بلیت. دیگر سومال ایر، تاجیک ایر دیگر شرکت ها حق فروختن بلیت ندارن. برای چی؟ برای پول همه در حساب دختر پرزیدنت برود. شما میدونید چی حادثه؟ برای همین نگاه کنید نواری که مونده برادرمون در اول یک زنک داد میزنه، صدای بلند میکنه که چرا مردم شما بلیط را قیمت میفروشین، با او را بلیط نیست. تو 2-3 ماه در اینجا کی گناهگاره؟ کی جواب میگه؟ مردم بی‌صاحبه. خب نگاه کنید، اخیران گفتنیم همین است که با مسئولان اولا رئیس حکومت تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باید که از مهاجرا بخشش پرسه، عذر بپرسه. همه مهاجرای داخلی، همه خارجی با این قدر سرگردانی ها، با این قدر مشقت هایی که میکشن، بازم دمشان گرفتگی خاموشن، گپ زدن نمیتونن، میترسن. امامعلی باید از اینو عذر پرسه. دویم شخصی که باید از مهاجرا عذر پرسه، نه تنها یک باری بپرسن، هر دفعه که همین حادثه میشه یا باید عذر بپرسن. دویم نفر سروزیر قاهر رسولزاده باید عذر پرسه، بخشش پرسه مهاجرا. سوم نفر دادگاه عالی شیر محمد شاهیان، سود عالیش میگن، راهبر رئیس باید عذر پرسه، به خاطر چی که این جنایتکارا را نه دیلا میکنن نه هیچی. مهاجرا باید که بخشش پرسه، عذر پرسه مهاجرا. دادستان کل یوسف رحمان باید بخشش پرسه، عذر پرسه، برای که دیلا نمیکنه اینو را. در دیگه کارا باشن میدونن که دیلا میکنن، میبرن زندان میکنن. 4 نفر 5 نفر وزیر کارهای خارجی سیراجدین اسلف برای خارجه، برای مشکلات خارجه، برای مردم خارجه جوابگر سیراجدین اسلف باید عذر پرسه، بخشش پرسه. 6 نفر وزیر مهنت، مهاجرت، شغل اهالی شیرینگل امانزاده، این هم جوابگر باید ببرد بخشش پرسه مهاجرا. اینقدر سرگردان کردن اینا را، اینقدر در عذاب ها و در بلاها یا گرفتارن، یا باید ببرد بخشش پرسن. وزیر نقلیات هم زمینی هم هوایی عظیم ابراهیم باید بخشش پرسه، باید این هم ببرد این مهاجرا بخشش پرسه. وزیر کارهای داخله رمضان رحیم جکی باید ببرد این مردم بخشش پرسه، خصوصا این مهاجرا بخشش پرسه. در این قدر سرگردانی ها باید این وظیفه داره. رئیس کمیته امنیت دولتی ملی سیمین یتیم باید ببرد بخشش پرسه، باید این وظیفه داره که امنیت تنجی و آرامی را نگاه بداره. مهاجرا وقتی به خیلی سرپناه مونه، خیلی سرگردان شوند و هر کار دست میزنن، در اینجا این باید ببرد این مهاجرا بخشش پرسه. نفرایی که جنایت میکنن بلیط قیمت میفروشن، بلیط نمیفروشن با یک ماه 2 ماه یا که با یک روز 2 روز با دیگر کس تقاضی میکنن، اونا را باید که برن محکم کنن. اینا رئیس مبارزه با ضد فساد سلیمان سلطانزاده چی با نمیبره دستگیر کنه نفرایی که بلیط 4000 سومون 8 تا 10000 سومون میفروشن، چی با نمیبره یا را دیلک نه که برای محکم کنه. باید این مهاجرا بخشش پرسی. سلیمان سلطانزاده، اکرام سبحانزاده دیرکتور اجنسی علاقه چی بود وظیفش؟ دیرکتوری من اینجا ببینیم جای دیگه نوشتم. دیرکتور اجنسی اویاسیای گراجدانی اکرام سلطانزاده سبحانزاده باید برای مهاجرا بخشش پرسه که این کمبودی انمی چه شرکت کمبودی انمی ای پیش خودش هیچ که بلیط نفروخته، هیچ که خیلی حق هم نداره، خیلی دوشوک هم نمیکنه، خیلی جرأت هم نمیکنه که ای پیش خودش برای بلیط 4000 را ده 8000 بفروشه، هیچ که او را نگاه نکنه.
در اینجا دست داره حسن اسدالله ببرو بخشش پرس. در اینجا تو هم دست داری، شرکتی تو ایسومون ایر تو ببرو بخشش پرس. در اینجا یک نفر دیگه بعد عبدالمجید مومنزاده رئیسی خدمات ضد انحصاری. شما ببینید همین خسارت یا که همین ضررهای همین مهاجرا را باید که پرداخت کنند از راه پولیش از تمام رصدخوداش، اما یا رصدشد کردن نمیشه و برگردوندن نمیشه. اینو از نو دوباره از جیب خودشون رصدخود میکنن. این عبدالمجید مومنزاده رئیس خدمات ضد انحصاری باید ببره جواب بگه این مهاجرا بخشش برسن، رصدخوداشون مصرفاشون همش بگردونه بده. نفر دیگر امید بابازاده میدونه که امبودسمن وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان است. ببینید اینجا حقوق انسان پایمال میشود. یک نفر به امید میره 2 برابر 3 برابر بلیط میخره اما در وقتش نمیتونه پریده. اینجا چی گپه؟ اینجا کی جواب میده؟ این مسئولای ما میگم یا چی بخشش نمیپرسن؟ زپدلا میدونن مهاجرا فرزند اوگایی فرزند پیاندر شونن یا دشمن شونن. امیا میرون در همون روسیه پال میشون، خانه میرون، جنگل دا کار میکنن، توالت واگن دا خواب میکنن، پول رای میکنن. شما میخرین میگردین بیش برای شما، برای مهاجرات. تاجیکستان هم دوزخه، روسیه هم دوزخه، هر دوش دوزخه. در این دنیا دوزخ هم وجود داره. دوزخی بگیم عادیه یا که یک دوزخ اوسانه که این همین تاجیکستان برای مهاجرات دوزخه، روسیه هم برای مهاجرات دوزخه. بیهیش برای شما ظالما، برای شما نقلی تیاراخرایی که نمیاد تماشا میکنه ناموس نداره که ببرین یا بخشش برسن یا که همیارا دستشون بگیرین. مهاجرا اون پیشنهادایی که برادرو کرد پول روی نکنن یا که روسیه نرن یا که بگردن وطن برن، پیشنهاداشون خوبه. شما پیشنهاد ما چیه؟ شما گپ بزنین یا نه شما بخشش میپرسن، نه شما را کمک میکنن. شما خودتون باید گپ بزنین، نترسین ای مردن، نترسین ای زندان، نترسین. شما حقتون طلب کنین. حق شما میدونین که حق دارین. تاجیکستان وطن شما هم هست. شما حق گپ زدن دارین و مسئولن. مسئول میفهمین معنی مسئول چیه؟ جوابگرن. اتوس نیند شما در همون روسیه باشین، در کدام کشوری باشین، در چی مشکلاتی گرفتار میشین و جواب بگن باید به یک موی شما جواب بگن. یکی شما یافتین او را میگن که ایدسیونی چی نمیاد او نمیکنن، خودتون میگیرین مردتون خودتون رای میکنین، بیماریتون خودتون توبت میکنین، یک نفر به پول کمکش خودتون میکنین و میدونن که به یا خودشون نگاه میکنن. نگاه کنه در روسیه یک نفر زیدی رحمان رو گپ زنه او را میتونن که به پول رایگان به تاجیکستان میبرن. چی به نفرایی که در روسیه هستن در شهرهای گوناگونش به پول بیکاره نمیان شما را ببرن به تاجیکستان؟ سبب در چیه؟ یک مبارز هم میتونه که یک هواپیما میبرن زکس میکنن یا که به پول میبرنش. شما صدها نفر در فرودگاه خوابن پرواز ندارن. شما اینا ببینید 100 نفر نه 1000 نفر در فرودگاه دمدد و خواب کنه مهاجرا. شما را میگم نه رحمانوف نه یگان وزیرش نه یگان تاش یک چشمش نمیپره یا بخشش پرسه که یک هواپیما روی کنه بیان برن، نه که یک مبارز در یک جاگه شدگی اون را میکوان میگیرن میبرن. شما چه خیلی فهمیدید 1000 نفر آدم حساب نمیشه در او. یک مبارز هم قدر داره هم آدم برای او. میفهمید؟ شما خیلی فکر میکنید که انسان شما باید ارزش داشته باشین، شما باید احترام داشته باشین. شما میفهمید نمیره؟ برای همین ای اسلام شب بگیرن، ای دنیای شب بگیرن، انسان ارزش داره. اما سرقانون هم میگه که انسان ارزش والا داره. خب برادر محمد جان شما صحبت کنید، اگر هر قدر که گپ زنیم گپو تمام نمیشه. سلامت باشین برادر زیجان، خدا نگهبانتون باشه. امروز موضوع شما بود دیگه ما هم یک کمی خلل دور کردیم. اصلا نکی به هر حال الله نگهبانتون باشه. خیلی صحبت عالی.